130 سال پیش وقتی تلفن در آمریکا اختراع شده بود، موتور بنز برای نخستین بار در آلمان به نمایش درآمد و بعد از رکودی طولانی اوضاع اقتصاد جهان رو به بهبود بود و انقلاب صنعتی دوم در حال شکل گرفتن. در همان روزهایی که ویلهلم رونتگن، اولین برنده جایزه نوبل فیزیک، در حال تکمیل پژوهش‌هایش درباره کشف اشعه ایکس بود، فرستاده نخست وزیر وقت بریتانیا گزارش محرمانه و دقیقی از اوضاع ایران در روزگار ناصرالدین شاه قاجار نوشت. ایران بد اداره می شود و شرایط کلی رضایت بخش نیست. وضع مالی خراب است. منابعش دست نخورده مانده و تجارتش رونقی ندارد. بعضی نشانه های شورش و ناآرامی هم در کشور دیده می شود. هیچ محکمه قضایی قابل اعتمادی نیست. آن سالها ناصرالدین شاه از دومین سفر فرنگ برگشته بود و رهاورد سفرهای خارجی او تشکیل قوای قزاق و پلیس بود برای جلوگیری از آشوب و اعتراضهای مردمی. دستاورد دیگرش پس از دیدن باله و رقص در غرب، اجبار زنان حرمسرا یعنی 85 زن صیغه و عقدی به این بود که شبیه رقصنده های باله دامنهای کوتاه چیندار بپوشند که هیچ ربطی به شرایط آنها با چادرهای سیاه بلند و روبنده های سفید نداشت.